حمد ستایش بی‌عدد خداوندی است که از میان موجودات عالم بنی نوع آدم را برگزید و تاج کرامت بشری را بر سر آنها نهاد. آنگاه پیامبران الهی و امامان معصوم را برای هدایت بشر فرستاد و سلام و درود می‌فرستیم به روی پاک امام بزرگوار و شهدای انقلاب و جنگ تأمینی و مقام عظمای ولایت. این جانب علیرضا مختارنژاد به عنوان عضو شورای اسلامی به نیابت از حاجی حسین رجب‌پور پدر شهید بزرگوار به عنوان رئیس شورای بخش و رئیس شورای اسلامی ارکان این روستا را به شهر زیر عرض می‌دارم. روستای کاله حدود 193 سال پیش از طریق مهاجرینی از گرگان تازه‌وار الاشت به این روستا عزیمت کردند و این روستا به عنوان جنگل و زمینه‌های غیر کشاورزی و غیر اقتصادی بوده است. لذا بر اساس مهاجرت این اشخاص از این منطقه را آغاز کردند و دارای منزل مسکونی و اقتصادی که از قبیل نیشکر، دانه‌های روغنی، شالی و توت‌فرنگی و چیزهای دیگر که نیازهای اقتصادی و تولیدی و خدماتی روستا را معرفی می‌کنند نمونه امثال اینها میباشد. روستای کاله به دو بخش در 7 کیلومتری بابوسر در 2 کیلومتری بهنوی تقسیم شده است به صورت شمالی و جنوبی. شمالی به طرف دریا، جنوبی طرف تازه‌آباد و شرقاً به طرف بهنوی و غرباً به طرف بابوسر تقسیم گردید. این روستا دارای اماکن مختلفی میباشد، سقاخانه و حسینیه و دو مسجد بزرگ میباشد به نام آقا امام رضا و صاحب مهدی و دو کوره بزرگ که کلاه‌های بتونی و کلاه‌های آهنی میباشد و دارای 3 مدرسه کار دانش قاسم‌نیا، شادبان، ایمان قربانی و مدرسه ابوالفضل در این روستا برقرار میباشد. این روستا دارای 457 خانوار و جمعیت روستای کاله دارای 580 خانوار و جمعیت 1721 نفر در این روستا زندگی میکنند. روستای کاله دارای 528 خانوار با جمعیت 1631 نفر در این روستا زندگی میکنند. روستای کاله دارای 528 جمعیت خانوار با جمعیت 1630 نفر در این روستا زندگی میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب محمود بهرامیان دیار روستای کاله که از سال 1384 تا کنون به عنوان دیار در خدمت مردم شهید و فهیم روستای کاله میباشم و دیاری کاله از سال 83 مصوب شده که بنده افتخار دارم که از سال 84 تا کنون در خدمت مردم روستا میباشم. در خصوص دیاری روستای کاله با همت شورای محترم مردم روستا از بعد تأسیس تا کنون خدمات ارزنده به مردم روستا داده که اهم اون خدمات در زمینه عمرانی میشه. یک به دلیل بافت قدیم و فرسوده بودن روستا اکثر خیابانش کم ارز بود که با حکومت و مصوبه شورا دیاری شروع به تعریض و عقب‌نشینی خونهایی که زمینه تعریض عقب‌نشینی رو انجام داده. بعد یک اجرای 70% طرح هادی روستای کاله البته خیابان شهید قربانی، بعد 3 احداث کانال کشاورزی آیش نقردش که محل دفع آب سطحی به رودخانه تالار میباشه، 4 راه‌اندازی سالن ورزشی شهید مختارنژاد که در آینده نزدیک یه سال تیراندازی قرار تشکیل بشه با همت تحریم‌دهی برنامه و بعد 5 سنگریزی و تصحیح جاده بین مزارع آیش نقردش که تقریبا خیابان 4 متری رو تبدیل به خیابان 6 متری شده برای امور بهتر کشاورزا و همت خود مردم. بعد 6 همکاری با گروه مسکن در خصوص صدور پروانه ساختمان که از سال 1385 تا کنون دیاری افتخار داره که شاید بالای 110 پروانه ساختمانی رو تشکیل داده برای محاصره ساختمان.
ایده حدود 1 هکتار زمین توسط آقای راجع‌پور رئیس شورای کاله و همکاری شورا و دیری با پایان مسکن باورسر در خصوص احداث مسکن میر 78 واده روستا. بعد حدود 3 سال که این روستا با همکاری که دفتر پول روستایی با دیری انجام و ماشین دفتر ما گذاشته جهت دفع زباله دوست دارم که مشروع فعالیت باشه. در زمینه فرهنگی هم کمک هر ساله دیری و شورا به اعزام کاروان رایال نور و اعزام به مرقد امام خمینی و همچنین در زمینه ورزشی کمک به تیم دیری کاله برای شرکت در مسابقات متعدد فوتسال و فوتبال در سطح بخش و شهرستان. در خصوص مشکلات روستا، این روستا برای اینکه اکثر مردمش کشاورز بوده و درآمدشون پستیه، درآمد پایدار ندارن، از نظر گرفتن بحث عوارض عمومی یه مقدار دیری دچار مشکل، چون واقعا مردم دستشون خالیه و اگه این کمک و ویژه استانداری نباشه واقعا دیری دو مضیقه است. یه مشکل اساسی دیگه که این روستا داره بخاطر اینکه جاده اصلی با بورسای برمی که جاده ترانزیتی هم است، این روستا رو به 2 قسمت تقسیم کرده. راه ترابری فعلا مبنای کارش رو برای صدور پروانه سیاه‌خونی قرار داده که با این اوصاف کسی نمیتونه پروانه بگیره از دیری و اینجا دیری به ضرر هنگفت داره. میبینه که اکثر ساختمان‌های تلویزیونی ساخته میشه ساختمانی که بدون مجوزه و دیری هیچ حمایت نفوذ هم نداره، هیچ عوارضی نمیتونه ازش پس کنه. یه درآمد بزرگی از دست دیری داره خارج میشه به واسطه این مسئله. بعد مشکل دیگه هم بحث دفع آبای سطحی داخل روستایی که کانال‌های کوچیکی داره. این کانال کفاف نمیکنن با این بودجه و با این بودجه کمی که دیری داره فعلا براش مقدور نیست که بتونه این کانال رو توسعه بده برای دفع آبای سطحی. فرهنگی حالا بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه همکارای عزیزم، این جانب فرهاد نورانیان، عضو شورای اسلامی کاله، در خدمت مردم‌های خوب و دوست داشتنی هستیم. ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، به همه شیعیان تبریک میگیم. انشالله که روزشون مورد قبول خداوند قرار بگیره. این روستا بسیار روستای خوب، مردم‌های خوب، مردم‌های فهیم با تقوا، دارای 13 شهید، حدوداً 7 تا 8 جانباز و 4 روحانی که از جمله معرفی افرادی که به اصطلاح حسب زحمتکشای محل یا الگوی محل یا آدمای خوب محل که از جمله پایگاه شهدای کاله می باشد که چندین سال به عنوان پایگاه شهدای اسوه کشوری مطرح استانی بودن. الان چند 2 سالی که کشوری مطرح شدن که با زحمت‌های بیشایبه برادر بزرگمون جناب آقای سید حسن رمضانیان و جوانای خوب پایگاه این روستا. جوانای خوب واقعا جوانای خوبن که هر هفته برنامه عالی یاستین، یعنی به صورت با نظم و انضباط برنامهشون انجام میشه. حتی خیلی هم هستن در این برنامه رو تو منزل تقاضا میکنن، بعد تو منزل انجام میشه. عالی یاسین جوانایی هستن یک دست از سن بگم 6 ساله تا پیرمرد 80 ساله تو این هیئت عالی یاسین شرکت دارن. برنامه بسیار خوبیه. بعد تو کشوری ها مطرحه. ما یه سالیانه برنامه فاطمیه داریم، مراسم فاطمیه، سالگرد فاطمیه که دارای 3500 جمعیت در این مراسم انجام میشه که زیر نظر این برنامه زیر نظر خود پایگاه و شورای اسلامی و دیاری این روستا میباشه. من خدمت برادر عزیزم عرض کنم که ما چند افراد رو قرار بود معرفی کنیم خدمت شما. قبل از همین این معرفی ها ما شهدایی داریم تو روستای خودمون به عنوان 12 شهدای
خوب روستامون که جای ضمن معرفی افرادای روستای کاله ما، قبل از همین معرفی ها من اسامی شهدا رو بگم که همه شهدا در همه زمین ها الگوی همه ورزشکارا، همه قسمت ها هستن که من اینجا جا داره اسم همه این شهدا رو با نامشون یاد ببرم. شهید محمود محمد حسین پور، شهید سید اسماعیل نصراللهی، شهید حسن علی محمد نژاد، شهید حسین علی صاحبی، شهید محمد رضا باقری، شهید عزیزالله قربانی، شهید علی اصغر مختار نژاد، شهید حسین علی حسین نژاد، شهید اسماعیل پوراصغری، شهید رجب علی رجبپور، شهید نادر علی سالاری. اینا الگوی همه در همه زمین ها هستن. یعنی بعد از این شهدا چند تا ما افرادایی داریم که توی این روستا آدمای فعالی هستن. بعد برای معرفیشون خدمت شما عرض می‌کنیم 3 پزشک داریم. 3 پزشکمون به اسم آقای هادی پوراصغری، آقای مهدی پوراصغری و آقای احمد نصراللهی. یه دونه مخترع داریم به اسم آقای مهدی رضا علی پور، مخترع هشدار دهنده قطعی گازه که این ثبت شد به نامش توی کشور. بعد یه دونه استاد دانشگاه آقای استادیار مهدی دوستار، بعد استاد هوافضا در دانشگاه امام حسین تهران. 2 تا ورزشکار هم داریم، حتی ورزشکار زیاد داریم. 2 تا ورزشکار معروف که تو کشوری مطرح هستن. یکی آقای امیرحسین قربانی، مقام 3 کشوری در پرتاب دیسک بود. آقای مسعود رجب‌نیا الانم فوتبالیست در لیگ کشور بازی میکنه. خود روستای کالم چند نوع ورزشی داره، از جمله فوتسال و فوتبال و بعد زمینای والیبال که فعلا هم در استانی مطرح و بعضی رشته ها حتی تو آخرای بسیار بگم شاید سوپرلیگ استان هم دارن بازی میکنن. انشالله با قهرمانیشون امسال به کشوری هم راه پیدا کنن. در خدمت شماست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این جانب اسماعیل سیف الله پور، یکی از اعضای شورای روستای کاله هستند که با همکاری دیگر اعضای این محل مشغول خدمت به مردم عزیزمون میباشیم. روستای کاله یه سری امکانات بالقوه‌ای داره که با توجه به قرار گرفتن بر سر ورودی شهر بهنمیر و بالای 15 روستای منطقه یکی از مناطق صلح‌جوشی منطقه می باشه که موجب رونق بخشی اقتصاد منطقه گردیده. روستای کاله از قدیم الایام مهد پرورش زراعت نیشکر بوده که سهم بسزایی از نظر تولید اقتصادی منطقه داشته. روستای کاله با توجه به اینکه بر سر ورودی شهر بهنمیر قرار داشته، قبلا یک جاده غیر استاندارد داشت که اخیراً با توجه به پیگیری شورای محله و منطقه، مخصوصاً شورای بخش و فرمانداری و اداره راه، موجب گسترش راه منطقه گردیده که از خیابان با عرض کم به عرض زیاد و ترانزیتی تبدیل گردیده و اخیراً هم با همت و همیاری نماینده محبوب منطقه آقای مرداد نجف نژاد
بودجهش تامین گردید که به جدول کاری و چراغانی این خیابان منجر گشت. قبلا ما تو این روستا جمع‌آوری زباله نداشتیم و اکثرا در حاشیه محل زباله‌ها انبوه جمع شده بود که با همکاری دهیار و اعضای شورای منطقه و شورای بخش اقدام به جمع‌آوری زباله با توجه به ماشین اهدایی که از طرف استانداری به این روستا محول گردید اقدام به جمع‌آوری زباله نمودیم. تو این محله ما قبلا تصادفات خیلی وحشتناکی داشتیم که با توجه به نصب گاردیر و جدول جلوگیری از این نوع تصادفات و مرگ و میر گردیده. روستای منطقه با توجه به قرار گرفتن در کناره رودخانه بزرگ به نام کلار که سرشار از آب می باشد با بهره برداری از آب این رودخانه در تابستون برای زراعت منطقه و در زمستون جهت دفع آب سطحی منطقه موجب رونق بخشی به این روستا گردیده. 1387 از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابل اقدام به مطالعات در خصوص این روستا، جمعیت و بافت منطقه گردیده که در سال 1382 از طرف کارگروه شهرسازی و معماری شورای برنامه‌ریزی استان مصوب گردید و از اون زمان تا کنون دهیار محترم بر اساس طرح‌هادی منطقه اقدام به صدور پروانه و اعلام ماده 101 شهرداری و دهیاری‌ها نمودند. این طرح‌هادی دارای مزایا و معایبی باشد. مزایاش اینه که خیابون‌بندی‌هاشون اومدن درست تعریف کردن بر اساس بافت منطقه و با توجه به ورودی این روستا بر سر روستاهای اطراف خیابون‌بندی‌هاشون درست تعریف شده. یه ایرادی در کارشون قرار داره اینه که با توجه به که قرار گرفتن این روستا در مسیر خیابان اصلی متاسفانه خیابان اومدن اداره راه 75 متری اعلام کرده که با توجه به اینکه قرار داشتن بافت فرسوده و قدیمی منطقه در مجاورت این خیابان اجرای طرح‌هادی ناممکن گردیده. و ایراد دیگه‌ای که برای این طرح وارده اینه که خیلی از فضاهای مسکونی منطقه با توجه به قرار گرفتن این املاک در اون مناطق کاربریشون درست تعریف نشده. مثلا نمونه ما میتوانیم در این قسمت ارائه بکنیم که با توجه به قرار گرفتن ملک مذکور در داخل باغ این را در خارج از باغ اعلام نمودن یا قرار گرفتن ملک در کاربری مسکونی به کاربری باغداری اعلام نموده. این طرح نیاز بازنگری هستش که باید یک مطالعات مجددی صورت بگیره. انشاءالله از سال 92 به بعد این طرح به مطالعات مجدد و طرح جدید ارائه بشه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام او که بی همتاست و تبریک به مناسبت ماه نزول قرآن، ماه ضیافت الهی. انشالله که همه ما رو خداوند به مهمانی خودش قبول بکنه. این جانب سید نسا میرآقایی عضو شورای روستای کاله هستم. از اول صحبتم باید بگم که من هیچ وقت اظهار ادب نمی کردم. پیش از حاج آقای رجبپور هیچ وقت صحبت نمی کردم. انشالله که از خدای بزرگ و منان در این ماه برای ایشون هم صحت و سلامتی کامل را از درگاه خداوند منان داریم. انشالله که خودشون هم سعی و سالم بشن. بعد اول ایشون صحبت کنن بعد ما صحبت کنیم. روستای کاله من با اتفاق همکارای عزیزمون شورای محترم روستای کاله در سال 89 تقاضای تأسیس خانه فرهنگ رو از استانداری کردیم که
با حمایت‌ها و زحمت‌های بیشایبه فرمانداری بابلسر، سرکار خانم گران این تأسیس خانه فرهنگ را به ما دادن. یه خانه فرهنگی تأسیس شد که در اونجا مسائل و مشکلات بانوان مطرح میشه و از مربی‌های توانمند استفاده کردیم. کلاس‌های مهارت‌های زندگی، آموزش خانواده، آموزش قبل از ازدواج و بعد از ازدواج در این کلاس‌ها برگزار میشه که واقعاً بسیاری از مشکلات بانوان در این کلاس‌ها حل شد و بسیار چشمگیر بود. تشکیل جلسات قرآنی داریم چون تقاضای مؤسسه قرآنی هم کردیم. بعد مؤسسه قرآنی تشکیل شد. در این مؤسسه هم کلاس‌های حفظ قرآن، کلاس‌های روانخوانی، تفسیر و تجوید قرآن هم در این کلاس هستش که حدوداً 4 یا 5 کلاس هستش. اصولاً خانم‌ها هفته 2 بار یا 3 بار یک کلاس هم اختصاص به دانشجویان عزیز این منطقه داره که اون هم حفظ و روانخوانی قرآن هستش. بعد باز هم با حمایت شورای محترم روستای کاله و خود فرمانداری بابلسر از خیر بزرگی که روشم امروز شاد باشه، آقای گداقا جان مختار نژاد حدوداً 4000 متر زمین اهدا کردن که این زمین هم پارک مخصوص بانوان از بستانداری از خانم مدیر کل محترم خانم شرف الدین تقاضای پارک بانوان رو کردیم که مجوزش هم گرفتیم. انشالله به زودی زود این چیز هم کلنگزنی میشه، این پارک هم راه اندازی میشه به خواست خدای مهربون. بعدش هم پایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها هم هستش. در این پایگاه هم جلسات فرهنگی، مذهبی، هنری، حتی کارهای دستی و خانه‌داری هم در این پایگاه آموزش داده میشه. هر هفته 1 بار تو این پایگاه هم خانم‌ها شرکت میکنن. بعدش هم پایگاه موفقی هستش چون در اینجا هم اصولا از مربی‌های توانمند استفاده میکنیم. باشگاه ورزشی بانوان داریم که کلاس‌های والیبال و 2 میدانی، کلاس‌های بدنسازی، اینها هم آموزش‌های این چنین هم در این باشگاه داریم. خوشبختانه چون این محل از نظر فرهنگی بسیار موفقه، ما مربی‌های توانمند هم از خود روستای ما می‌گیریم. مربی‌های ورزشی داریم که واقعاً دبیران موفق و توانمند هستند که برای اینها هم یک کهنی به جوانای خودمون بدیم. اردوهای تفریح و فرهنگی مذهبی میذاریم که ممکنه در سال هم 3 بار 4 بار اینها رو هم اردو ببریم برای اینکه ذوق و چیزشون رو بیشتر بکنیم. بعدش هم من فکر میکنم رمز موفقیت و این موفقیت فرهنگی هنری این روستا را، حتی در درجه اول مذهبی این روستا را، این تعامل فرهنگی که بین شورای محترم و خود مردم روستا هستش، خود به خدایی واقعا تعامل دارن، واقعا از خودشون هم مایه میذارن. شورای محترم ما هم از اونایی هستش که جانگذشتگی زیاد میکنن، حمایت‌های زیادی میکنن. من چون خودم هم یه خانوم هم در کنار بزرگان قرار دارم، واقعا هیچ وقت نشد که من ازشون تقاضا بکنم برای خانوما اینها جواب رد بدن. من واقعا جای تشکر داره از این برادرای بزرگ خودم، خصوصا از حاج آقای رجب‌پور که بزرگوارن، پدر شهیدن و اجر و مقام بزرگی رو بین ما همه اعضای محترم و یقینا پیش خدای بزرگ دارن. انشالله که همه مردم ایران، همه شیعیان جهان،
هر کاری که نیتشون خیر خود خدا قبول کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد ستایش بی‌عدد خداوندی است که از میان موجودات عالم بنی آدم را برگزید و تاج کرامت بشری را بر سر آنها نهاد. آنگاه پیامبران الهی و امامان معصوم را برای هدایت بشر فرستاد و سلام و درود می‌فرستیم به روی پاک منور امام بزرگوار و شهدای انقلاب و جنگ تعمیری و عظمای ولایت مقام معظم رهبری. این جانب علیرضای مختارنژاد به عنوان شورای اسلامی کاله از شهرستان باوسر بخش بهنوی و به نیابت از حاج حسین رجبپور که مسئول شورای بخش و شورای روستا و پدر شهید می باشند گوشه‌ای از شناسنامه روستا را گزارش می دهم. روستای کاله به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم گردید و در 7 کیلومتری با شهرستان باوسر و 2 کیلومتری بخش بهنوی که شمالاً به علالخیل، جنوباً به کریمکلا، شرقاً به بهنوی، غرباً به تالار کاله شهرستان باوسر. روستای کاله از گفته‌های بزرگان محل ما حدود 193 سال پیش از مهاجرینی از گرگان و الاشت و بازوار که قبلا این روستا به صورت جنگل و غیر مسکونی و کشاورزی بوده است، با حضور مهاجرین با افزایش جمعیت روستا تغییر به آبادی که منزل مسکونی و اماکن مذهبی و زمینهای کشاورزی که شامل دانه‌های روغنی و شادی و نیشکر و توترگی و نیازهای فصل این روستا با گذشت زمان و خدمت رسانی دولت نهم جناب آقای احمدی نژاد و با همکاری نزدیک شورای اسلامی دیاری با فرماندار محبوب و زحمتکش ما جناب آقای ناظریان و بخشدار عزیز فرزند شهید بزرگوار یاسر کرمیان و مدیران مسئول برقرار می باشد. روستای کاله از نظر معنای مازندرانی به عنوان جنگل می باشد که بعد مرور زمان توسط مهاجرین و افزایش جمعیت آباد گردیده است. روستای کاله دارای 528 خانوار با جمعیت 1630 نفر که از نظر اقتصادی و اقلیمی آب و هوایی دارای مناسب برای کشاورزی می باشد و زمین دارای نوهموار و پسیب. از نظر وضعیت اقتصادی روستای کاله از موقعیت و شرایط بسیار مناسبی برای رشد و ترقی اقتصادی برخوردار است، چرا که دارای زمین‌های مغروب و قابل کش از کشاورزی‌هایی که از نظر توترنگی شاری و انشاءالله اگر دولت بتواند هزینه و سرمایه‌گذاری در این مورد کشاورزی بکند، اقتصادی بکند، کشاورزان با امیدی بیشتر و افتخاری بیشتر می‌توانند سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور را به سطح بالا تبدیل دهند. از نظر اماکن دارای مظلمی حسینیان و تکایا و غیره می باشد. از نظر پرورشی 3 مدرسه بزرگ در دوره انقلاب ساخته شده است. مدرسه به نام دبیرستان ابوالفضل که زمین متوسط حاج حسین رجبپور پدر شهید آقمی پدر شهید اهدا گردید و دبیرستان ایمان قربانی که توسط خانواده محترم احداث گردید و زمین قاسمی‌ها که به عنوان خانه‌دانش می باشد به مبلغ 500 میلیون به این مدرسه هدیه گردید. خدمت‌هایی که در این اصلاح شده است، پول بزرگی به نام پول کاله که از نظر ساخت سازمان بطونی می باشد و با هزینه 100 میلیون توسط دولت، توسط فرماندار و بخشدار و شورای بخش همکاری شده به احداث کردیم و جاده بلواری که بین باوسر و بهنوی معروف است که حدود 80% مسافرین غرب را به شرق و شرق را به غرب تبدیل کند از این مسیر هدایت می شوند. مشکلات بزرگی که در این روستا برقرار است، کانال بزرگی به نام کانال شمالی و جنوبی باوسر بهنوی می باشد که در فصل زمستان با بارش زمستان که از 3 روستا از این منطقه آب هدایت می شود به روستای کاله و هدایت به رودخانه کاله که آبهای این روستا از کریمکلا، حاجی کلا، علالخیل از این 2 کانال هدایت می شود به رودخانه تالار کاله که مشکلات عدیدی برای این روستا به وجود آمده است که متاسفانه با نامه‌نگاری با زحمت تلاش بخشدار و مسئولین و شورابر هنوز ایجاد اقتدای این کار انجام نشده است و امیدواریم دولت احمدی نژاد، دولت مسئولین مربوطه بتواند این کانال بزرگی که واقعا چند روستا آبهای بارون از این روستا هدایت می شود همکار لازم را مبذول فرمایند.
گلباری به مسافت 3 کیلومتر از بهنمی تا پول تالار کاله که با هزینه اعتراضگری به مدت 1.5 کیلومتر انجام گردید و متاسفانه 1 کیلومتر آن هم انجام نشد و تصادفاتی که هر ما به قول می‌رسد مشاهده و تصادفات می‌باشیم که از دولت مردم می‌خواهیم که بتواند این 1.5 کیلومتری که هنوز عقب مانده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان غلامی هستم من دیهیای روستای زنگولار استفلا که از سال 87 قسمت دیهیای روستای نواب من. روستای زنگولار استفلا در 3 کیلومتری شهر سرخرود واقعه و قسمت غربش به روستای زنگولار و قسمت شمالیش روستای حاجی‌مرا محدود کنند. دارای 110 خانوار است و 320 نفر جمعیت دارند. شغل بیشتر مردم روستا کشاورزی است. جوانان روستا در زمانی که کار کشاورزی به کارهای ساختمانی مشغول هستند و درآمد مردم روستا بیشتر از طریق کشاورزی تامین می‌کنند و تعداد محدود از افراد هم به شغل دامداری مشغول هستند. روستای زنگولار سفلا دارای مسجد حسینیه و سوانفار و فاطمیه است و کتابخانه. افراد موفقی که در روستای زنگولار سفلا میباشند آقای علیاصغر حسین‌زاده وکیل پایه دادگستری، بعد خانم محبوبه غلامی و آقای رویلای غلامی وکیل دادگستری هستند و آقای حسین غلامی و رمضان حسین‌زاده مهندسی مکانیک هستند که در سپاه مشغولند. بعد آقای حسین غلامی و علیاصغر غلامی که پزشک هستند، آقای شعبان علی غلامی، آقای علی غلامی و حمیدرضا غلامی فرهنگی هستند، دارای مدرک لیسانس هستند. آقای علیاصغر نوری مدرک فوق دیپلم که فرهنگی است. بباشد عملکرد شورای اسلامی و دیاری روستای زنگولار سفلا یک لایلوبی نهر داخل روستا بیه، لایلوبی نهر عباسرود بیه، بعد تعیین نقشه برای صدور سند روستایی بیه برای مردم روستا و تعیین تعلیقاتی روستا بیه که در سال 88 تصویب بیه و متعاقب آن تعیین طرح تفصیلی بیه که در سال 90 تایید بیه و بقیه عملکرد شورای اسلامی و دیاری سهمیزی خیابان‌های داخل روستا بیه، نصب آبر بیه داخل روستا، بعد تبدیل حمام عمومی روستا به ساختمان شورای اسلامی و دیاری بیه که فعلا به عنوان دفتر شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرند. این جالب سعدالله رضادو شورای اسلامی روستای زنگولار که از اولین دوره تشکیل شورای اسلامی تا به حال در شورای اسلامی بوده و مشغول خدمت هستم. از نظر شما هم دیگه از نظر مشکلات اقتصادی یا روستایی خلاصه هر چی تو روستا که ما مشکل داریم، اولا مشکل اصلی ورودی محل است که ما حداقل 2 متر حیب داشتیم که آقایون بمونه بالا تجاوز عرض که بالا شرکت گاز منطقه بیا که الان کشاورز آقای حجخلیلا نوری کشه الان دنی و تجاوز عرض بیتنا بعد هم بستن مدرسه است که در سال 1382 که همه محصد عوض بیه، بعد اما چند بار در آموزش پرورش شهرستان محمدآباد که مراجعه علمی وجود دیگر هنوز اقدامی نکرده که برای باز شدن مدرسه. الان هم جدیدن آقای که همه آقای بودیم آقای فیاض که نماینده جدید مالی هستن بیامت نام از برای مسئول آموزش پرورش شهرستان محمدآباد که بیام هنوز هیچ گونه پیگیری نگیرد. حالا چیزی بوده همساله باز بوده یا نه فعلا
اما باشون اومدیم که شما اصلا ثبت نام نکردم مثلا تو زنگلای سفلای بزرگ. بعد نداشتن یک موزل اختصاصی هست که همون نداشتن سد برای تنظیم آب در زنگلود که اصلا مشکل آب این منطقه زیاد است و بعد از نظر اقتصادی و فرهنگی که روستا مردم روستا خیلی خور هستن و از نظر فرهنگی که در شرکت در نماز جماعت و اینا اصلا شرکت در مساجد و تکیه و اینا خیلی خوب هستن. بعد از نظر اقتصادی وضعیت اقتصادی مردم تو اونجایی که بد میاد مثل شهر همین برنج هست و یا هست و مثل کمی کشک نفرن و فعلا بشین وضعیت مالی خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. این جناب علی اکبر خلیلی رئیس شورای افراد. بسم الله الرحمن الرحیم. این جناب علی اکبر خلیلی رئیس شورای افراسرا حدود 5 سال توی محل آدمی کار کنیم. از سال 86 2 9 شروع به کار بریم تا الان. بعد آقای شبانپور رئیس ما هست، آقای زبی منشی ما هست، آقای دیار محترم آقای مهدی عقیقی در فعالیت کنید روستای ما. بعد همه محل هم حتی مسجد داریم، حتی حسینیه داشتیم، حتی حسینیه خراب بردیم دوباره حتی حسینیه من درست گردیم. با سواد شما ما حداقل بالای 20 تا اما لیسانس داریم، فوق لیسانس داریم. بعد بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی حقیقی فوق دیپلم رشته تجربی. از سال 82 این روستا دارای دهیار بایه ولی به علت ثبت در استانداری سال 87 بیه که ثبتی دهیاری به این شورا ابلاغ بایه که از 87 تا حالا بنده در انجام وظیفه کنم برای روستای افراسرا. افراسرا علت نامگذاری روستای افراسرا حدود تقریبا بالا بعد 150 تا 200 سال پیش این روستا دارای 3-4 تا اینجوری که همه لیشتیپیدا و همه گتیون همه خوابازنه به 3-4 تا کتیای بزرگی داشته، غلا یا کتی داشته که بالا درختان افرای زیادی داشته که معروفی به روستای افراکتی. بعداً خب این تغییر تحولات و جابجایی که انجام بایه و بعد تصحیحی که انجام بایه این غلاها و کتی‌ها از بین برده، درخت‌ها بازه بایه و توی ثبت کشوری به اسم افراسرا ثبت کنید. این روستا از بعد البته 3-4 تا جابجایی داشته که به هولوش نزدیک به 3 کیلومتر نوار اون ور رودخونه هراز و این ور رودخونه هراز طی دهه صحن 30 که خوشسالی 7 ساله اینجا به ما دسته طغیان رودخونه داشتیم. این روستای افراسرا 3 سال جابجایی و اینجا الان تقریبا اینجا که وجود داره 4مین روستای افراسرایی از الان وجود داره که بالغ بر 95 خانوار بومی داریم و بالای 20 تا 25 تا مسافر توریستی یعنی مهاجر داریم. 315 تا نفسکش داریم روستای افراسرا که 149 تاش مردن و بقیش زن هستن تو این روستا. این روستا از نظر میزان سواد ماشاءالله سطح سواد جواناشون هم تصفیه کردون، سطح سوادشون بالای 50% بالا سوادمون بالای فوق دیپلم و فوق دیپلم لیسانس به بالا داریم به طوری که هولوش 5 الی 10 نفر در آموزش پرورش مشغولن، 3-4 نفر در دادگستری مشغولن که به شغل قضاوت مشغولن. دبیرای ورزشی داریم، ورزشکارای خوبی هم تو این روستا داریم که عنوان‌های استانی تا حتی تقریبا به کشوری هم ورود دارن ولی خب ضعف مالی و امکانات این روستا باعث میشه که این جوانا دست از ورزش بکشین و فقر مالی این روستا. حالا در مورد چیزای عمرانی روستا دیگه همکارا بعد صحبت کردن بودم ما در خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رمضان علی شعبانپور دارای 5 کلاس سواد هستم که از سال 76 جزء این شورا در بیامم. بعد بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رمضان علی شعبانپور که عضو شورای اسلامی هستم، بنده نفر دوم این شورا هستم. روستای ما چون ورودی حداقل 20 تا روستا هست، بعد روستای جاده هم از وسط روستای ما که عبور کرده از نظر خطرات زیادی دارن. بعد جادهش هم خیلی باریک است، جایی هم برای عقب نشینی روستا ندارن. بعد آقایون
استانداری بیامونه همه بسیار ورودی روستا را در حدود 20 متر همه سه آسفالت هرگردونه، ولی رمپ ورودی و خروجی را با اینکه این همه ما پیگیر بیمی رمپ ورودی و خروجی را هم قول دادن، ولی یک سال از رمپ هیچ عکس العملی انجام نده، نه حتی دارای چراغ‌های چشمک زن هم نیه. بعد از نظر ورود و خروج روستا خیلی سخت است، چون روستاهایی که بیور تا آمل برن حداقل 20 روستا بودن، حتما از این ور عبور کنن. در سالانه حداقل 20 تا 15 تا تصادف کنه که حداقل چند تا کشته دارن. بعد از نظر عقب نشینی روستا چون از نظر وسعت خیلی کم وسعت دارن، جایی برای عقب نشینی هم ندارن که بتونه حتی عقب نشینی اکنه. دیگه بقیه چیزا همه آقای خلیلی نیست. افسرا حدود 70 هکتار زمین کشاورزی دارن، 30 هکتار مرکبات دارن. بعد امثال هم ظاهراً بودی چندانی عمرم ندارن. کشاورزا هم خیلی مشکلات دارن، آزاد بخش نبود، چیزی خاصی نداره که کشاورز مثلا در این برای کشت اول کنه، کشت دوم کنه نداره. یعنی کشاورز ندونه که یعنی چه زمین برسه. امثال هم ندونه که ما کشاورز هستیم. حتی زمینی هم داشتیم اصلا کلا افسرا بودجه نداره که اما حتی همونش دیاره. حقیقتا دیاری همه پولی نداره که دیاری. یه مقدار مثلا درآمدی داشتیم این نسبت دقیقاً به جمع سهرود. در حالی که آقای فرمانده آقای بایدی اما وقتی که 80% اون عوارض برگرده به همه روستا، اما نامه بعضی برای شهرداری، بعضی برای فرمانداری که این جواب هم بریم هیچ جوابی اما ندارم. بعد نامه که اما تو شهرداری سهرود داده میگه که اما پیگیری کنیم، هیچ کاری انجام مثل ندارن. دوباره همه همکارون بودن این کار انجام دادن، بعد به این نتیجه ندادن. مرکبات همه محل هم که ماشاءالله که زیاد چیزی نداره که مثلا عوارضی که امور هدن که اما آقای دیار مثلا حقوق اینا و چنین یعنی نداریم. حقیقتا چیزی که نداریم که اماش دیار هدن، اما نه بودجه دارن نه هیچی. بعدا آقای حقیقی همه درآمد این چیزی دارن. در مورد موقعیت جغرافیایی روستای افراسرا، چون که به علت نزدیکی به سواحل دریای خزر و زمین‌های فوق‌العاده حاصلخیزی که داره، این 70 هکتار زمینی که ما داریم سالانه زیر کشت اول و کشت دوم مجدد برنج کشونه. خوشبختانه از بابت دریافت برنج هم جهت کشاورزی همینجا راضی، هم خود کشاورزا راضی. ولی زمین‌های مسکونی روستا که هولوش تقریباً با کل زمین‌های مسکونیش که با کوچه‌های اینا که همون برابر در 40 هکتار زمینش هسته، به علت اینکه یه نوار جاده 15 متری که در بین وسط روستا قرار بیته، این جاده سال 74 مثل خارج روستا بود. ولی خب خلاصه به علت کمکاری بعضی از مسئولین، ولی چون که خواستن جاده جدید احساس خواستن جدید دوباره بعضا میشه مشکل بیه، این جاده رو بعد خب جاده که ما دامی تو روستا همین بره خاکریزی اردن آسفالت دردن بیا الان با جاده بین برای 15 16 تا روستا. برای طرح هادی جدیدی هم که سال 82 طرح بیت نابر تا عقب نشینی واقع روستای افراسرا از 3 محور تحت فشار داره. رودخانه هراز کبیر که از ضلع شرقی امر تحت فشار لنا، جاده محور سهرود به آمل که در ضلع غربی روستای افراسرا فشار لنا و این جاده محور سهرود به سیجارون که برای 16 17 تا روستا هست از وسط روستا. چون این عقب نشینیایی که برای ما عنوان عدن فکر کنم از این 40 هکتار 20 هکتار مشون، یعنی برای ساخت ساز چیزی اما نداره. به این حساب اما برای عقب نشینیمون از طرح هادیمون خواستیم که درخواست الهام بافت و افزایش طرح هادی اهلی تو استانداری طرحشون بیادن خیلی بر بسته و خیلی محدود انجام دادن، چیزی هولوش 5 هکتار مثل طرح دادن. از طرف دیگر بیش از 20 هکتار از زمین‌های کشاورزی که بتونیم به داخل طرح بیاریم، شهرداری سهرود بیامون نواری هست که بین جاده سهرود و آمل است. شهرداری سهرود دست بشه رو برای مجوز نه برای پروانه دهنه، کل درآمدهای روستا رو شهرداری داریم. خدمات از روستا هست، آب، برق، گاز، تلفن از روستا هست، ولی درآمدش مستقیما شون به حساب شهرداری. نزدیک به 8 ماه تمام میگه که بنده با شورایمون پیگیری کردیم تو استانداری، فرمانداری تا نامه بعضی برای شهرداری واسه نخیر و چون به موزی نظر همیاری و شهرسازی استان از اون برای مجوز اما صادر کردیم. خب خانه‌ها هر روستایی به این شکل بود، چون اما اولین روستا نزدیکترین روستا به شهر سهرود هستیم از نظر توریستی و خلاصه مسافرت برای مسافرپذیری خلق مورد قبول
قرار است، ولی خب متاسفانه شهرداری بجوری امور فشار بیاد، اما نمی چی کار کنیم من نمی‌دونم نیست. همین روستا تقریبا خل سال پیش عطر حسینیه داشته، تقریبا وسط روستا که تو عقب نشینی‌ها و ترهادیایی که خودمون مشتاق بیم که روستا عطر کم جادهش پرانتر باشه، این حسینیه هم حالت مخلوقی داره، اما این حسینیه رو خراب کردیم، این حسینیه جدید بسازیم. یه مسجدی هم که داریم فکر کنم مال هولوش سال 52 53 است که الحمدلله الان جوونا خب هم ریش‌سفیدا هم جوونا در ایام محرم و ماه رمضان از وی استفاده کردن. یک دونه امامزاده داریم تو روستا که متاسفانه به علت ضعف مالی خود روستا و کمکاری بعضی از دوستان تو ادارات الان بیش از بالای 15 16 ساله که فقط ما بتونستیم که با همیاری روستا فقط مقبره امامزاده را چیز در حد و اندازه واسه روستا بسازیم، ولی همونجوری بتوانیم با اینه که سالانه زائرای زیادی دارن، خلاصه خلق کسا بیامون اینجا شفا بتونه به چی خودشون برسونه، حاجتشون برسونه، ولی متاسفانه پیگیریایی که ما انجام دادیم برای دریافت شناسنامه و نمیدونم کارهای انجام دادیم، ولی بودجه نه است که اما برای زایسرا بزنیم، برای خلاص اکسپدیشی بزنیم، موادش انجام بدیم. از اون برم این روستا به علت نداشتن یه زمین ورزشی کافی برای جوانا این شورا معبد عدن خلاصه با زمین بغل دست امامزاده رو بدن به ورزشکارا که از برای ورزش از استفاده کنن. یعنی تو محوطه امامزاده اما زمین فوتبال رو می‌زنن والیبال، یعنی پنجشنبه و جمعه ها ورزشکارا نبره ورزش کنن که 4 تا خلاص خانواده‌ها برای زیارت دادن، اما هم برای امامزاده را مشکل داریم، هم برای زمین ورزشی. روستای افراسرا خوشبختانه با مسئولینایی که قبل از تقریبا سال مقال بزرگ مال شورای اصناف داشتن قدیم و تا حالا از فعالیتی که داشتن موفق بین از سال 72 همه روستایی در اون خلاصه کارا انجام دادن، خل چیزا رو بیان اضافه کردن که سال 82 آب شهری رو برای روستای افراسرا خوشبختانه بیاد. 83 هم با فعالیت زیاد شورای اون زمان تلفن به واسطه بعد نوار لوله خط گاز که از نکا به سمت تا ترکیه شونه اون مسیری که شونه سال 84 در روستای افراسرا لوله گذاری و سال 83 یا 82 به ایستگاه گاز در ورودی افراسرا بهده، ولی متاسفانه اما بعد از 3 سال 4 سال بعدش موفق بشیم که آخرین روستایی باشیم که این روستا هم گاز بده. این روستا تا سال 86 این امکانات باید که از 86 بعد به دوره سوم شورای اسلامی که مال این مسئولین زمان حال هستن روشن هم شامل کرده دیگه داخل می‌شدن. اما سال 86 با همه همکاران شروع به کار کردیم، اما همین روستا کشاورزی همیشه بین مرزی درس کردیم، بعد آب برق دادیم، آسفالت درس کردیم، بعد روستا سند دادیم، بعد سیمایی که 3 سیم یا 5 سیم کردیم، بعد از عملکردهای این شورا در این دوره همکاران موفق بینه که حداقل بیش از 100 پلاک با این روستای کبی داشته، حداقل 100 تا پلاک سند دادن و تنها روستایی که در حوزه محمود آباد برای بلوکبندی اگردنه، افزایش برق بیه که خیلی ضعیفیه، ترانس اضافه اگردنه 3 سیم بعد 5 سیم اگردنه، بعد آبر خلق نداشته هستن حداقل